امرالله صالح قرآن را اگر غلط خواندی سکوت کردیم، گفتیم شاید زیر تاثیر رفته باشی و قرآن را غلط خواندی. آه فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله. انسان بعضی وقت زیر تاثیر بره خب اشتباه میکنه، گفتیم شاید زیر تاثیر رفته باشی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او را توهین کردی و نامش را غلط گفتی، گفتیم که شاید نشناسی، معذور دانستیم تو. حالا میخوام این نکته بگم، این بحث طالب و غیر طالب نیست، مسائل دین هست، مسائل دین. برای آقای امرالله صالح این حرف را میگویم، میگی طالب هیچ چیزی نداره جز یک اصطلاح نعوذ بالله مبهم و مجهول به نام اسلامی. غیر از یک اصطلاح مبهم مجهول، هر چیزی که از پیششان پرسان میکنن اقتصاد چگونه باشه اسلامی باشه، به نام اسلامی. این پیام ما به گوش تو برسه. اگر کافری سمت خود را مشخص کن، اگر مسلمانی درجات علمی و شرعی خود را بلند ببر. متوجه باش، تو میگی که هر پسوند و پیوندی که طالب با ما گفتگو میکنه میگی اسلامی داشته باشه. بله، قرآن میگه ادخلوا فی السلم کافه، وقتی داخل اسلام میشی به تمام معنا مسلمان باش. اولی تو اسلام عزیز ما را مجهول و مبهم خواندی، نمیدانم خودت از کجا هستی و کی هستی. خودت مجهولی و مبهمی، از کجا آب میخوری و ریشه تو کجاست. ولی ظاهر قضیه میدانیم که یکی از غلامان حلقه به گوش آمریکا. این را بدان، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغینا العزة فی غیره اذلنا الله. ما قومی هستیم که از برکت اسلام عزیز شدیم. غیر از اسلام دیگه هر چیزی را طلب بکنیم ذلیل میشیم. عزت ما، عظمت ما، بزرگی ما، شهامت و شجاعت ما در اسلام هست. تمام مسائل صغیر و کبیر باید اسلامی باشه. این را که تو نمیدانی مشکل از توست. میگه طالبا گفتن اقتصاد هم باید اسلامی باشه. چقدر انسانی که از اسلام به دور هست. بله، لباس پوشیدن من و تو باید اسلامی باشه. قضایای صغیر و کبیر، قضایای صغیر و کبیر، حمام رفتن باید اسلامی باشه. اقتصاد که مسئله کلی هست، پس سیاست باید سیاست اسلامی باشه، اقتصاد اسلامی باشه، فرهنگ اسلامی باشه، چون جامعه اسلامی هست. همه اینها را باید بدانی که این توهین به اسلام را مجهول خواندی و اسلام را مبهم خواندی. اسلامی که 1400 سال میشه قلدران دنیا و باداران شما را، فرعون صفتان را به زانو در آورده. تو امروز اسلام عزیز را مبهم و مجهول میگی و 4 تا انسانهای فاسق و فاجر و ملحد با یه حرفت و قهقه میزنه میخنده. این را بدان که در سرزمین اسلامی هستی و لاف اسلامیت میزنی.
وقتی میخندی میگی آب و هوا را هم شاید بگن که اسلامی. فقط هم یک جمله از پیششان مانده که آب و هوا چه قسم باشه اسلامی باشه، دیگه خب هیچ پاس. بله، رسانه های اسلامی را نشنیده ای که وقتی که از آب و هوا میگن فردا بارانی است به مشیت الهی، به مشیت الهی فردا باران میشه، به مشیت الهی فردا ابر میآیه، به مشیت الهی فردا گرم یا سرده. بله، آب و هوا هم باید موافق به شریعت مقدس اسلام برای بندگان الله بیان بشه. من برای تو دو توصیه دارم. پای خود را از گلیم خود بیشتر دراز کردی. تو در لابد